داستان شامل روایت‌های دلخراش و خشونت‌آمیزه و ممکنه برای همه مناسب نباشه. اگر آمادگی شنیدن چنین محتوایی رو ندارید، توصیه می‌کنم از گوش دادن به این داستان صرف نظر کنید. ما این پرونده ها رو با هدف آگاهی رسانی و نه ترویج خشونت روایت می‌کنیم. اگر کودکی اطراف شماست و تمایل دارید همچنان شنونده این ماجرا باشید، لطفاً از هدفون استفاده کنید. سلام، من مرجان لقایی خبرنگار جنایی هستم و یادآور میشم پادکست رادیو جنایی کاری از هلدینگ رسانه‌ای اعتماده و یک تیم حرفه‌ای در تحریریه و فنی تولید کننده این پادکست ها هستن. من برای شما اجرا میکنم. جای من در شعبه 9 دادگاه کیفری تقریباً 1 سانه. روی صندلی ردیف آخر کنار چوب لباسی. اونجا میشینم که راحت تر بتونم واکنش‌های قاضی و متهم و شکات رو ببینم. اون روز هم وقتی وارد شدم مستقیم رفتم انتهای اتاق. خشم روی صورت و حرکات بدن اولیای دم موج میزد. وقتی عمو بلند شد و با عصبانیت گفت که برای پوریای 17 ساله درخواست قصاص داره، با خودم گفتم مگه قرار نبود عموها جای باباها باشن؟ وقتی باباها نیستن عموها بچه‌ها رو نوازش کنن. مگه قرار نبود وقتی بچه‌ها بی پناه شدن مادر بزرگا بغلشون کنن و سختی‌های زندگی رو حتی به اندازه یک آغوش کم کنن؟ مگه قرار نبود پسر بچه‌ها تا وقتی که بزرگ میشن و میرن سر کار و خودشون پدر میشن شیطنت رو بازی کنن؟ اونا خطا کنن و باباها پشت پسرشون در بیان. اونا اشتباه کنن و مادرها توجیه کنن. مگه قرار نبود مامانا هی قربون صدقه پسرای نوجوانشون برن و بچه‌ها هی قهر کنن و از دستپخت ماماناشون ایراد بگیرن و با رفقا برن بیرون پیتزا خوری؟ مگه قرار نبود وقتی مامانا و باباها دعواشون میشه مادر بزرگا بگن بسه کوتاه بیاید به خاطر بچه‌هاتون؟ پس چرا اینطوری شد؟ مگه قرار نبود بیشتر دغدغه پسر بچه‌ها این باشه که آقای گل جهان کیه؟ پس چرا پوریا حالا تو زندانه؟ چرا نه پدر و مادر داره نه عمو و مادر بزرگ؟ چرا پوریا یادش نمیاد آخرین باری که خودشو برای مادرش لوس کرد کی بود؟ چرا مادر نمیاد دیدن پوریا؟ تکلیف پریای 4 ساله چی شده؟ چرا سرنوشت این 2 بچه اینجوریه؟ یک چیزایی از پروندهش میدونستم. از هفته قبل از طریق یکی از مددکارا متوجه شده بودم قراره که این پسر بچه محاکمه بشه. پوریا 13 ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدن. پریا تازه به دنیا آمده بود. تا جایی که پوریا یادش میاد پدر و مادرش هیچ وقت با هم کنار نمی اومدن و دعوا می کردن. مادر بچه‌ها رو برداشت و رفت دامغان. آوارگی از همون ابتدای زندگی سهم این بچه‌ها بود. پریا که اصلا پدر رو ندید. پوریا هم هر چند وقت یک بار بین دامغان و تهران در رفت آمد بود. یه روز خونه این پدر بزرگ و یه روز خونه اون پدر بزرگ. پدر و مادرش که طلاق گرفتن، پوریا برای همیشه با مادر و خواهرش به دامغان رفت. اما همه چیز با این طلاق تموم نشد. تازه شروع سیاه بختی بود. اون روز وقتی که پلیس در خونه خاله مریم رو زد و با شتاب وارد خونه شد، هیچ کس به جز پریا نمیدونست برادرش چی کار کرده. 3 شب بود که پریا جاش رو خیس میکرد و خاله مریم فکر میکرد این بچه سردی کرده.
هی نبات داغ بود که میبست به دهن این بچه تا شاید دیگه شب جاشو خیس نکنه. تا اینکه دستبند نقره‌ای دور دستهای جوان پوریا حلقه شد. خاله مریم و شوهرش و پریا خیره و مات نگاه می‌کردن. پوریا رو سوار ماشین کردن. خاله مریم هنوز نمیتونست حرف بزنه. باورش نمیشد چی شده و چی دیده. پلیس بهش گفت که پوریا متهم به قتل 2 نفر شده. عمو و مادر بزرگ. خاله مریم سکوت کرد. پریا رو بغل کرده بود و محکم فشار میداد. خاله مریم و شوهرش و پریا راهی تهران شدن. همه چیز انقدر واضح بود که نیازی به توضیح نداشت. پلیس هم کار پیچیده‌ای نداشت. پوریا اعتراف کرد عمو و مادر بزرگشو کشته با چاقو و پیکنیکی. هنوز بدنش ظریف بود. پوریا از اون بچه‌هاییه که یک هو بزرگ میشن. هنوز معصومیت بچگانه رو داشت. ریش و سیبیلش پرز بود و جثه لاغری داشت. چشمهاش هیچ برقی نداشت. انقدر سیاه و غمگین بود که اگر لباس آبی رنگ کانون و دمپایای پلاستیکی نداشت کسی نمیتونست تشخیص بده اون متهمه و بقیه شاکی. هنوز هم نمیتونست وقتی عمه ها و عموهاش بهش حمله کردن از خودش دفاع کنه. پس این پسر چجوری تونسته 2 نفر رو بکشه؟ صندلی‌های چوبی با رنگ قهوه‌ای سوخته شعب دادگاه‌ها اگر زبون داشتن چنان تلخ میگفتن که آدمیزاد از شنفتنش مرگ آرزو میکرد. پوریا روی یکی از این صندلی‌ها نشست و روایت کرد. ردیف اول درست مقابل قاضی، 1 قدم مونده به تریبون. اتاق شعبه گرم بود، مثل سالن کانون اصلاح و تربیت. اینجا هیچ شباهتی به دامغان و سوز سرماش نداشت. اینجا برای زندگی جای بهتری بود. حداقل در کانون پوریا میدونست سرش رو کجا روی بالش میذاره. منتظر نمیشد یکی از خاله ها بهش بگه اجازه داره بره خونش یا نه. شوهر خاله چشم قره بره بهش و پوریا خواهرش پریا رو بکشه روی پای خودش و ازش بخواد که کمتر سر و صدا کنه. اینجا آرامشش بیشتر بود. برای پریا هم بهزیستی بهترین انتخاب بود. کسی بود که مراقبش باشه، بغلش کنه و خطری هم تهدیدش نکنه. پشت سر پوریا عمه ها و عمو نشسته بودن. کنارش هم وکیل تسخیری. قاضی اول از عمه ها و عمو پرسید که آیا حاضر به گذشت هستن یا نه. هیچ کدوم گذشت نکردن. پدر پوریا اما با نامه‌ای از زندان نوشته بود که نسبت به پسرش گذشت میکنه. پوریا رفت پشت تریبون. انگار سالها منتظر بود یکی ازش بپرسه چرا. فقط بپرسه چرا. حتی موضوع رو هم لازم نبود بگه. پوریا به اندازه همه چراهای دنیا جواب داشت. وقتی رفت پشت تریبون قاضی گفت خب پسر جان. پوریا منتظر بقیه جمله نشد. آقای قاضی چاره‌ای نداشتم. قاضی صبر کن، عجله نکن. من میپرسم تو جواب بده. اول خودتو کامل معرفی کن. پوریا: من پوریا 17 ساله هستم. قاضی: چقدر سواد داری؟ پوریا: 5 کلاس. قاضی: متهم هستی مادر بزرگ و عموت رو کشتی، قبول داری؟ پوریا: بله آقای قاضی. قاضی: چرا؟ حالا بگو چرا. پوریا: من هرچی بدبختی داشتم از اینا بود. شما نمیدونید چه بلایی سر من و خواهرم پریا آوردن. یک بلایی آوردن که من الان خوشحالم که پریا تو بهزیستیه. قاضی: اول توضیح بده چجوری کشتی، بعد میرسیم به این که چی در زندگی تو گذشت. پوریا دستهاشو به هم فشرده کرد و پاهاش رو جفت. زبونش درست تو دهنش نمیچرخید. کلمه ها رو نامفهوم ادا میکرد. اصطلاحاً به تته پته افتاده بود. قاضی به منشی گفت که 1 لیوان آب به پوریا بده و بعدش گفت که اگر آروم نباشی و نتونی بگی چی شده، کسی که ضرر میکنه خودتی. پس سعی کن آروم باشی و نفس عمیق بکش. چند دقیقه‌ای طول کشید. شاید هم چند ثانیه، نمیدونم. اما هر ثانیه به اندازه 1 تاریخ میگذشت.
همه منتظر بودن که ببینن پوریا چی میگه و چطور این سکوت میشکنه که کلمات مثل سیل جاری شد روی زبون این پسر. آقای قاضی، من اول با چاقو زدم. عمو زخمی شد. بعد مادر بزرگم جلو اومد. اونم زدم. بعد عموم رو با پیکنیکی زدم. قاضی، تو پرونده اومده هر دو نفر با پیکنیکی کشته شدن. پوریا، اول عموم رو با چاقو زدم زخمی شد. مادر بزرگم اومد منو بزنه که عموم رو نجات بده. منم پیکنیکی رو برداشتم و کوبیدم تو سر مادر بزرگم. بعد دوباره عموم رو با پیکنیکی زدم. قاضی، بعد چی کار کردی؟ پوریا، خواهرم پریا رو برداشتم و برگشتم دامغان. قاضی، پریا دید چی شده؟ پوریا، نمیدونم، فکر کنم خواب بود. شایدم دید. قاضی، چرا زدی؟ پوریا، پریا گفت عموم اذیتش کرده. منم عصبانی شدم، به پریا گفتم تو هیچی نگو، من خودم با عمو صحبت میکنم. بعدم زدمش. قاضی، چطوری اذیتش کرده؟ پوریا، بدنشو دست زده بود. این جمله پوریا مثل بنزین روی آتیش بود. عمه‌هاش چنان گر گرفتن که فحش و نفرین و نثارش کردن و گفتن که میدونن مادرش یادش داده اینطوری بگه. قاضی همه رو به آرامش دعوت کرد و از پوریا خواست ادامه بده. میگه عموت خواهر تو اذیت کرد، اونو با چاقو زدی. چرا مادر بزرگ تو زدی؟ اون که کاری نکرده بود. پوریا، آقای قاضی، باعث و بانی بدبختی‌های ما همین مادر بزرگم بود. انقدر تو زندگی پدر و مادرم دخالت کرد که بابامو وادار کرد مادرمو طلاق بده. میگفت مادر من باعث مشکلات پدرمه. وقتی بابام مادرمو طلاق داد، پریا 1-2 ماهه بود. مادرم ما رو برداشت و رفتیم دامغان پیش خانواده مادری. بعد مادرم همچین معتاد شد که دیگه زندگی ما از هم پاشید. قاضی، مادرت به چی اعتیاد داره؟ پوریا، مادرم شیشه میکشه. قاضی، الان کجاست؟ پوریا، نمیدونم، کارتون خواب شده، خبر ندارم کجاست. قاضی، پس تو و خواهرت کجا زندگی میکنید؟ پوریا، ما یه شب خونه این خاله، یه شب خونه اون خاله، همینطوری زندگی میکردیم. خونه هم نداشتیم، صاحبخونه بیرونمون کرد چون نمیتونستیم کرایه خونه بدیم. قاضی، چرا پیش پدرتون نبودید؟ پوریا، پدرم تو زندانه، به خاطر پرونده موبایل قاپی افتاده زندان. چند سال باید بمونه چون رد مال زدن براش. نمیتونه پرداخت کنه. قاضی، پس کی به شما رسیدگی میکرد؟ پوریا، خانواده پدری که کلا ما رو حساب نمیکردن. خانواده مادری هم اینطور بود که خاله هم غذا و اینا میپختن یا لباس میدادن. اونا بیشتر از این رسیدگی نمیکردن. قاضی، میگی رابطه خوبی با خانواده پدرت نداشتی. چرا رفتی خونه مادر بزرگت؟ پوریا، من پریا رو آوردم تهران که بریم بابامونو ببینیم. بعد که رفتیم زندان برای ملاقاتی، اومدیم خونه مادر بزرگم که تهران زندگی میکرد. عموم زنشو طلاق داده بود. با مادر بزرگم بود. ما میخواستیم چند روز بمونیم. مادر بزرگم هی پشت مامانم میگفت. عموم هم وقتی پریا رو اذیت کرد، من دیگه تصمیم گرفتم یه کاری بکنم. قاضی، میدونستی مجازات کاری که میکنی چیه؟ پوریا، نه، فکر میکردم زندانی میشم. قاضی، خواهرت کجاست؟ پوریا، کسی نبود ازش مراقبت کنه. دادنش به بهزیستی. اونجا میمونه فعلا. قاضی، از مادرت هم خبری نیست؟ پوریا، نه نیست. قاضی، باید رضایت اولیاء دمو بگیری. پوریا مستعسل مثل همه ثانیه‌های عمرش فقط خیره نگاه کرد و چیزی نگفت. در پرونده شخصیت پوریا اومده که اون دچار اضطراب شدیده، ولی رافع مسئولیت کیفری نیست. هرچند بلوغ عقلی این پسر مورد تایید قرار نگرفته. اضطراب شدید یک وضعیت پیچیده است که فراتر از نگرانی ساده است. اضطراب شدید یک وضعیت ذهنی نیست، بدن رو کاملا درگیر میکنه. این علائم اغلب ناشی از فعال شدن مداوم سیستم عصبی سمپاتیک هستند. تپش قلب و تنگی نفس، اختلالات گوارشی، مشکلات خواب، نشخوار فکری، تمرکز بر تهدید زیاد، انتقاد افراطی از خود، اینا علائم اضطرابات شدید هستند.
فردی که دچار اضطراب شدیده اجتناب میکنه از دیگران، تحریک پذیری و انفجار عاطفی شدید داره، وابستگی یا قطع ارتباط شدید داره. تشخیص اضطراب شدید نشون میده که دزدی پدر و اعتیاد مادر برای پوریا یک شوک محیطی عمیق بوده، یک ترومای مداوم. اون امنیت پایه نداشته. اضطراب شدید زمانی رشد میکنه که فرد هرگز احساس نکنه در خانه یا در جمع خانواده‌اش حالتی امن داره. اون هرگز نتونسته نقش نوجوان رو با بازیگوشی راحتی تموم پشت سر بذاره. تلاش برای کنترل شدید اطراف یکی دیگه از مشکلات افرادی مثل پوریاست. وقتی همه چیز از دستش خارج شده، اون دچار اضطراب شدید شده و حس کنترل رو از دست داده و این کنترل رو از طریق پرخاشگری به دیگران اعمال کرده و نشون داده. پوریا بعد از جلسه محاکمه که حجم سنگینش از قد و قواره و توانش خارج بود، همراه مأمور بدرقه بین نفرین‌های عمه‌هاش خارج شد. ساختمان دادگاه کیفری استان تهران با ساختمان کانون اصلاح و تربیت 1 پلاک فاصله داره. فاصله تقریباً 100 قدمی. اون همراه مأمور بدرقه به کانون برده شد و حالا باید منتظر صدور رأی باشه. با توجه به اینکه پوریا ممکنه بر اساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی که صدور رأی قصاص و حدود را منوط به کمال عقلی نوجوانان زیر 18 سال کرده، این پسر میتونه امیدوار باشه که از قصاص نجات پیدا کنه. اما آیا میتونه به داشتن یک زندگی معمولی که حق هر انسانی هست هم امید داشته باشه؟ وقتی که پوریا به دنیا اومد، مادرش گفته بود که اتفاقات خوبی براش میفته. مگه قرار نبود این پسر بشاش و شاد باشه و بزرگترین دغدغش این باشه که مسی آقای گل میشه یا رونالدو؟ پس چرا اینطوری شد؟ مگه قرار نبود این پسر بشاش و شاد باشه و بزرگترین دغدغش این باشه که مسی آقای گل میشه یا رونالدو؟ پس چرا اینطوری شد؟